ماینکرافت ولی هیروبراین هم توی بازی هست. خب ما ظهور کردیم دور اطراف. ایول این ور چوب اونورم سنگ. حله وسیله سنگی. این از کلنگم، اینم از تبرم. اینو بکنم به درد بخوره. خب بریم پدر هیروبراین در ویلیج. همینطوری که میبینید ما ویلیج رسیدیم. تا من به ویلیج میرسم حتما ویدیو رو لایک کن و چنل منم سابسکرایب کن. خب خیلی نزدیکیم. بریم ویلیج غذا پیدا. دیدید شما هم دیدید؟ وای خدایا الان من چیکار کنم؟ خب هیروبراین الان اسپان میشه. وای اسپان شده. آی پشمام حاجی، واقعا اولین بارمه دارم میبینم. وای غیب شده پشمام. سنگارم بزنم خیلی به کار میاد. الان وسیله سنگی نیاز دارم، بد جور سنگ نیاز دارم. زغالم میزنم الان. سنگ الان دیگه واسه کلنگ سنگی و تبر سنگی به اندازه اونا سنگ دارم. خب بریم آقا غلامم بزنیم. آقا غلام گام شو بیا اینجا. گام شو بیا میخوام بزنم شل پلت کنم. خدا کنه گیرم رسی. خدا شکر. راستی یادم رفت میخواستم یه چیزی رو بگم. برای 1.21.10 1.29 نسخه ماینکرافت فرش انیمیشنش اومده. همینطوری که میبینید آیرون گالم و ویلیجر خیلی حالتشون تغییر کرده. حالا اگه تو شب زامبیان ببینید میتونید متوجه بشید. خب ما که رسیدیم اینجا. به عجب کارو کن. دایمنده. به طی حرکات نینجایی ما به دایمند رسیدیم. تو قسمت اول همه چی تو قسمت اول پیدا شد. هیروبراین که دیدیم، آیرون گالم زدیم، آهن گرفتیم، دایمند پیدا کردیم، همه کار کردیم قسمت اولی. دایمند رو نگاه کن. خب دیگه دایمند رو پیدا کردیم. اوزیل گام شوارا. من افتخار میکنم. بچه ها خدا نگهدار. راستی اگه خواستی ویدیوشو ببینی این پایین کلیک کن.